سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. امروز قرار است گردشی داشته باشیم به موزه میراث روستایی گیلان در سراوان. این موزه یکی از دیدنی ترین جاهای گیلان حساب میشه، چون نشان دهنده فرهنگ و آداب گیلان هستش. این مجموعه شامل خانه‌های از سراسر گیلان که توسط میراث فرهنگی جمع‌آوری و یا توسط وارثینشون اهدا شده و در این مکان قرار گرفته. در ورودی هر بنا یا منزل لوحه‌ای شامل اطلاعاتی مانند مالک بنا، سال ساخت، سال جمع‌آوری، سال نصب در این مجموعه و محل اصلی بنا و اطلاعات دیگری قرار داره. ساعت کار موزه به صورت 9 الی 17 به جز تعطیلات خاص در سال هستش. توصیه ما اینه که قبل از حرکت به این سمت تماسی داشته باشید. شماره‌شون هم از توی گوگل میتونید پیدا کنید. برای گردش در این مجموعه هم هزینه نفری 5000 تومان گرفته میشه و بهتر یه تایم 5 الی 6 ساعته در نظر داشته باشید. اگر جمعه ها هم به این مجموعه مراجعه کنید، مراسم لافندبازی و یک سری مراسم سنتی خاص برگزار میشه. همچنین در اکثر خونه ها محصولات کشاورزی و محلی و صنایع دستی فروخته میشه. ویدیویی که من از این مجموعه دیدم، بهترین فصل مراجعه به اینجا فصل بهار هستش که ما این ویدیو رو در اردیبهشت ماه ضبط کردیم. امیدوارم که توضیحات کامل بوده. از این گردش لذت ببرید.
ماشاءالله همیشه من اصلا دوست داشتم برم ارسی هم بود و ارسی کافه ارسی اونی که کافه نگاه چیزایی از سرو کنن خوبه باشه.